این مجوسی خبیث در بین ملت مسلمان تاجیک میشیند، رئیس اونها است، رئیس کتابخانه اونها است. فرزندهای مسلمان ها در سبحان الله زیر تربیه این است. و سالهای پیش تلویزیون و رادیو هم در زیر کنترل همین انسان بود که تمام معلومات به واسطه مجوسی به شما میرفت و به خودش جرأت میدهد که تهدید بکند تمام ملاها و تمام طالب علمان را که من به سود مراجعت میکنم. توف بر تو ای خبیث مجوسی و به سود مجوسیت و به این طاغوت رئیست. اولا بگویم که چرا این به خودش اجازت داد که به ملت مسلمان تاجیک اینچنین تحقیر را و به دین اسلام اینچنین تحقیر را روا بیند؟ برای اینکه این طاغوت دارد. این میداند که پیشوایش این رئیسی تاجیکستان و تمام لشکرش اینها همه خدمت کنندگان به مجوس هستند، اینها خدمت کنندگان به یهود و نصارا هستند و اینها همه بر ضد اسلام هستند. بله، اینها جوان مردان را به خاطر یک ریش حبس میکنند، زنان پاکیزه مؤمنه را نمیگذارند که شرم و حیای خود را حفظ بکند و حجابش را از سرش میگیرند و میخواهند که لخت باشد، میخواهند که فاحشه باشد. انکنون فهمیدید که مقصد این حکومت خبیثی چی بوده است؟ مقصدش مجوس کردن شما ای مسلمان ها است. مجوس کردن اگر شما نباشد فرزند شما نبیره های شما است. اما اجازت میدهد که یک خبیث عبدالقادر طلبکوف رئیس کتابخانه، یکی از انسان معروف در فرهنگ، در مدنیت تاجیک، در قسم معارف میخیزد میگوید که زردشتی این است و آن است، ملاهای جوروبریش، من شما را به سود مراجعت میکنم. یک بار دیگر تاکید میکنم به همه دامنه‌ها از منطقه کلوب تا به بدخشان، هر کسی که دیگر به زردشت اهانت، حقارت، درشتی، دغلی، تحقیر و تهمت میزند، من به سود مراجعت میکنم و وجدانشان بسوزد. اون نفرانی که به گذشتگان ما نخست پیامبری به شریعت زردشت است، نخست کتاب آسمانی اوستاست، 65% قرآن سرچشمه از اوستا گرفته است. اولا میگویم که پسترین آیین و دین، خبیثترین آیین و دین، این دین مجوسی است. این دینی که سبحان الله مرد مادرش را، زنش را، دخترش را به نکاح خود در آورده و از این فرزنددار شده است. این دینی که حیوانیت هم اینچنین دین را قبول ندارد. اما آیین و دینی عبدالقادر طلبکوف همچنین بوده است. حکم عبدالقادر طلبکوف پسری ملا بوده است. اگر پدرش ملا باشد، وقتی که تولد شد این مسلمان بود، این مرتد است، این کافر است، مرتد است، این باید ادب داده شود و حکمش در نزد قرآن و سنت معروف است که الله و رسولش آشکار میگویند من فارق الجماعت فاقتلوه. کسی که دینش را دیگر میکند نابودش بکنید. کسی که دینش را دیگر میکند، آشکار برای مسلمان ها باز تهدید میکند، جزای این همین است. این انسان کسی است که دین را دیگر کرده و دیگران را تنبیه میکند و باز تحقیر میکند، بداند که کافر است، مرتد است و هر کسی که همین انسان را از گرد و برش دیده و دانسته، این حالتش را دید، دانست، فهمید و کافر نگفت، او هم کافر مرتد است.